کشاورزان کارخانه واحد تعلیمی تجربی حصار شهر حصار که اساساً با توسعه عالمان دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور کشت و پرورش تخم زراعت‌های تجربی را برآ می‌ماند، امسال بروقتر از باد و هوای خشکی فصل زمستان ثمرناک استفاده بردند، کشت کارتوشکای بروقتی را آغاز نمودند. باید گفت که تا این دم در این منطقه کارتوشکا تنها در فصل بهار گزارده میشد و اینا کشاورزان میخواهند برای تجربه کشت کارتوشکای بروقتی را در منطقه تجربه نمایند. چند وقت می شود که در همین خوجگی کار میکنیم. مثال ما من حاضر به شنوندن کارتوشکا مشغوله. ما میخواهیم که از همین کارتوشکای میشنوندگی ما حاصل فراوان گیریم و بازارهای مثال شهر و ناحیه‌مان را تامین نماییم. ما مثال هر روز با خوراک‌های گرم و مزد هر روزمان رو میگیریم. کشاورزان کارخانه واحد تعلیمی تجربی حصار شهر حصار تا امروز در 4 گکتار زمین کشت کارتوشکای بروقتی گذراندند. در حالت حاصل خوب گرفتن نقشه دارند سالهای آینده زمین کشت را زیاد نموده در تامین امنیت آذوقه‌واری کشور سهمگذار باشند. برای حاصل نغز گرفتن اول شدگاری نغز کن. لازم که چقدر مثال 40-50 سانتی متر تا 60 سانتی متر هم اگر ما گیریم و ضرر نمیکنه، برای که خاک وقتی که خاک زیاد شد کارتوشکا خاک نغز میبینه. زمین نمونو که زمین خاکی حاصل با نغزتر میشه. نوری های مینرالی من امافوس یک جایه کرده 50 در 50 یک جایه کرده کارتوشکا که موندیم و همون جو بار در ریخته خاک که بار کردیم یا علاقه و یک احوال یا چی امید کردن ممکنه حاصل یکی بهار هول بود دوام دارد یک همین خطی کار اجرا نمیشه تو آخری کارتوشکا چیندن و مهنت دارد. اگر مهنت حلال کرده حاصل حلال میگیری. دهقان که وقت سری وقت مزد مهنت شد دادن در کار از زندگی و با خبر شدن در کار که و مهنت کنه که و همجا حاصل گیریم. اگر دهقان مهنت نکنه حاصل هم گرفته نمیتونه. برای همین مهنت اساسش مهنت اینجا ده. سرساها بودن در روند خواجگیداری افضلیت‌های خود را دارد. دهقانان کارخانه این روند فعالیت کشاورزی را انتخاب نمودند. سال 2017 با کامیابی‌های استحصالی نایل گردیدند. با گزاردن یک چاره‌بینی ریاست کشاورزی شهر حصار و ماموریت کارخانه دهقانان پیشقدم را برای اجرای نقشه در همه ساحه قدردانی نمودند، تحفه‌های پولی و مالی تقدیم نمودند. کارمون نقص همین سال نظر به سالهای پیش سال 2017 خیلی کارمون نقص شد. کارگرها برآمدن مزد مهنت از سری وقت دادیم 50 دیدم تا 70 دیدم اخیرش دادیم. آدم‌ها زنکا به جای کار تامین شدن نقص هوسمند میکنن هر سال اخیر سال در با این سال نیت داریم که 150 گکتار پخته سر بلند داره کار کنیم مهنت کنیم با جمع دیر کنیم. اهل زحمت کارخانه مذکور در نزد خود تنها یک مقصد دارند. موسم امسال را با نشان دهنده های بلند استحصالی جنبست نموده در غنی گرداندن بازار داخلی مملکت سهم ارزنده گذارند.